و در میدان عرفات مثل که در پیش الله حاضر شده باشی که هیچ چیز امرایت نیست، عقیده و عملت است. در می لباس هم تو کی صبوری میکنی؟ این بسیار سخت است، خیلی زیاد سخت است. الله رحم بکنه. خب کی صبورا که باز معرفی میشه در 36 نفر 24ش افغانی می باشه. 24ش در این قدر ممالک اسلامی. الله متعال مقام شرافت داده، عزت داده، و مقامی است که باید از ذهن خود، از فکر خود انسان مکمل گناه ها را دور کنه. وضعیت الله در اونجا طور جور کرده که با مجرد چشمت به سر بیت الله میلگه دنیا را فراموش میکنی، کار، روزگار، همه چیزه، توجهت مکمل به الله بسته میشه. و جز از اون کسایی که در قلب خود چی داشته باشه؟ مرض. کسی که مرضی است رو نمیگیم، کسی که واقعا مؤمن است او مقام و جای تقاضای از این داره که فکرت مکمل طرفی کی باشه؟ آخرت. اونجا همون نظام و وضعیت تو را وادار به این گپ میسازه، حقانیت اسلام در چشمی چی میکنه؟ مجسم میسازه. و اذ بوأنا، بله ابراهیم آمد میخواست که در اونجا الحاد کنه، در کدام سرنوشت دوچار شد یا نشد؟ و اذ بوأنا لابراهیم، قابل یادآوری در آن وقتی که ما تیار کردیم برای ابراهیم علیه السلام مکان البیت، جای بیت الله را که اونجا بیت الله را آباد کنه، و برش فرمان دادیم ابراهیم علیه السلام که الله تشرک بی شیئا، امرای ما شرک هیچ چیز شریک نسازی، و طهر بیت، پاک بساز امی خانه مرم. پاکی مراد از پاکی معنوی و چیسته و چی حسیسته، هر نوع پاکی را شامل میشه. شرک و بدعت و گناه و معصیت و طغیان هم نباشه و همچنان پاکی اسم باشه. الله یقینا امو را کم کرده. در حرم گرد که میفته دستی چیست برداشته شدگی. در این قدر مخلوق الله متعال اگر 5 دقیقه جمعوری گپا نشود چطور میشه؟ مبدل به چی چیز میشه؟ اما الله متعال اینطور فوج است که 4 دقیقه بعد سعی میکنی که چی شد؟ ام فیتا میگه چی میگه؟ او را همینطور چی کرد؟ الا بخی حاج گفته سعی میکنی قالینای دیگه در چیسته؟ اوار شد و قالینا رفت در ششتن، خلاص هیچ چیز دیده نمیتونی. امو رقم پاک نگاه کرده. الله ابراهیم علیه السلام هم همینطور گفته بود که پاک نگاه کرده شود، از شرک و بدعتام پاک شود. الله پاک نگاه کرده. در اونجا شرک نمیشه قطعا. اما مشرک بزرگ اونجا شرک کرده نمیتونه. و طهر بیت للطائفین، پاک بساز خانه مرا برای طواف کننده ها، و القائمین، کسایی که اونجا قائمین است یعنی استاده نماز هستن، استاده و رکوع کننده و از سجود سجده کننده. حالات مختلف است. در حرم همینطور است، کسی طواف میکنه، کسی در رکوع است، کسی در قیام است، کسی در چی است؟ در سجده است. بس اینجا مهیا بساز و همونطور مهیا هستم. طواف در اونجا از خصوصیاتش است، از اون خاطر اونجا که میره طواف زیاد بکنی. و اذن فی الناس، اعلان بکو در بین مردم. ابراهیم علیه السلام الله متعال میگه بالحج، در حج، یا تو که بیا برای تو، یعنی در این مقام تو رجالا، مردم پیاده، کاروانای پیاده، علی کل ضامر، بالای هر شتر، مراد از ضامر شتر لاغر، یاتین من کل فج عمیق، که میبری تو از هر راه خیلی دور. این از راه های دور مردم حرکت کنه بیاید. الله متعال ابراهیم علیه السلام میگه اعلان حج در بین مردم بکو. ابراهیم علیه السلام گفت یا الله مردم خود دور است، آواز ما خود خیلی جای کم مردم میشنوند، جای کم مردم هم وجود نداره، با کی آذان بدم؟ الله میگه ابراهیم علیه السلام تو اعلان بکو. اعلان رساندن کاری تو نیست، رساندن کاری ماست. پیغمبر علیه السلام در جنگ حنین در احزاب هم همونطور بود. یک مشت خاک میگیره، یک مشت خاک در لشکر که در چقدر لشکر برسه؟ در یک روایت 24,000 است و 4,000 جنگی بود دیگهش رقم کی بود. 4,000 لشکر در چشمش خاک برسه. این کاری کیست؟ الله میگه تو پرتاب کو، رساندن کاری ماست. چی درس عظیم میده. ما انسانا را درس میده. تو کار بکو، مدرسه را بنیادش بگذار، چلاندنش الله میکنه، اسبابش مهیا میکنه. دوره تفسیر شروع میشه، 1 روپه وجود نداره برای گرفتن موترا، تو آغاز بکو، اعلان بکو، باز الله کار برابر میکنه. در آخر نتیجه بگوی پیسای موترا مکمل کشیده، باقی هم میشه، باقی میشه.
تو فقط حرکت بکن. ثمر انداختن، برکت انداختن کاری کیست؟ الله متعال است. همیشه کاری نیک تو بنیادش بگذار. وذن فی الناس، ابراهیم علیه السلام آواز داد، آواز از دور در کل زنده جانا الله متعال رسانده. و بعضی مفسرین میگه که نه، به او کسای رسانده که والی فعلا چی در حج میره، لیکن نه، اصل راجع است که به کل زنده جان الله آواز ابراهیم علیه السلام رسانده. یا تو که رجالا و علی کل ضامر، میایه بری تو پیاده و بالای هر شتری لاغر، که مسافه خیلی دور دراز طی کرده، لاغر شده شتر. یاتی نمیایه برد من کل فج، از هر راه عمیق که دور است، راه های دور دور برد میایه. وزن فی الناس بالحج، در حج اعلان بکو میایه برد. چرا؟ لیشهدوا منافع لهم، هدف آمدن در حج است که حاضر شوه مردم برای منفعت های دنیویشان، لهم که برایشان الله متعال مقرر کرده، منفعت های گوناگون داره. حج مدرسه عملی توحید است، عملی. لبیک اللهم لبیک، با کسی دیگر لبیک گفته میشه؟ چطور میگی؟ اولین کلماتی که توی احرام بسته کردی و این را با آواز بلند باید بگوی، زمزمه کنی، زمزمه کنی تا که چشم در بیت الله نخ خورده، در هر پخشی و بلندی که تو تا بالا میشی تلبیه را گفته برو، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اعلان کرده میری کلش بیزاری از شرک، اثبات حمد و نعمت و همه تصرفات برای کی؟ الله متعال. اونجا که دست بالا میکنه میگه برای توی پیغمبر، برای توی پیغمبر، ادعونی استجب لکم، الله میگه از من طلب کن من اجابت میکنم. اینی طور حالت هست. حجاج افغانی ما که میره بیچاره تربیه را کجا میفهمه؟ دا که یاد داشته باشه که من چی بکنم چی نکنم، بس تیر میشه اموتور. لیشهدوا منافع لهم، که حاضر شوند به منفعتایی که برای از یاست. در حج منافع بزرگ است، هم دنیوی است هم دینی است. منافع دینی خو برالا گپ است. در اونجا که آدم برسه به اجرای مراسم حج که خلاف عقل است، وقتی تو تعمیل میکنی حکم الله و رسول الله را، این نیست که میدانی چی را اطاعت تو کمایی میکنی، یک فایده. امتصال به امر الله متعال میکنی، یک فایده. دوم فایده، هر کدامشان برای تو یادگار زنده برای کمال اطاعت و فرمان برداری الله متعال است. از کی برات باقی مانده؟ ابراهیم علیه السلام و اولاد ابراهیم علیه السلام. تو را درس بده که بنده تون به مثل ابراهیم و اول ابراهیم شو، عقل جنگی نکنی. فرمان الله که میرسه ولو به ذبح فرزند باشه، به گذاشتن زن باشه، هر رقم که باشه به فرمان الله تسلیم شو، درس بگی در اینجا. دیگه فایده دنیوی تا طواف طوری عبادتی است که در یک جای دیگه برای تو میسر نیست، اب اینجا میسر است. دیگه فایده دینی تبلیغ بی، یک نمازی تو یک لک نماز است. چند نماز؟ یک لک نماز است. فایده های دینی است، فایده های دینی. فایده های دینی برای آدم دیگه میسر میشه، خود شرط داره. به اون طور آدمی که بیدار، هوشیار، فهمیده، خیلی چست، خیلی باهوش، ایام بسیار فایده دینی رم کمایی کرده میتونه. آدما گم میشه، خیمه خدا گم کرده، کارتش سعی میکنی بگوده اونجاست، راهنمایی میکنی. یک آدم ناتوان است نمیتونه طواف بکنه، از دستش میگیری. در اتاق مردما قطش است، بیچاره چای خیلی زله شده، چای کرده نمیتونه، دستی چایش آماده میکنی. در اونجا بری تو اوه از همون خاطر حج یقینا یک مدرسه عملی، فراگیری توحید الله، اخلاقی ورزیده، نظم و نظام کلش میدانی. اونجا که ببینی اخلاقی مردم دیگر ببینی خودت بدت میاد که ما چی رقم انسان است. ببین انسان ها که مجرد شانه دکه بکنه حاج عفوا معاف کو، باز بگیره تو را هنوز یک گریشیدم بوسه کنه، تو بگوی الله اکبر. ما افغانی ها خوی قدر غرور داره، غرور بیجای خو که پرسان نکو. اگر در پایش یک کمی پای کسی آمد بسه بکنه قار شده که قریب کلت کنه شه. و مردم بازو طور نیسته، اخلاق یاد میگیری در اونجا. از این خاطر دیگه منافع دنیوی هم خیلی زیاد است. چرا؟ اجتماع بزرگ مسلمان است. این چیسته؟ نمایش و منظر بزرگ مسلمان است که دنیای کفر یک دم در رعب میشه.
مسلمان ها را ببینید چه کمال اتحاد اتفاق داره، یک رنگ است، عجیب است. زبانای مختلف، جایای مختلف، نژادهای مختلف، مذهبای مختلف، کلش پشت یک امام حرم چی میکنه؟ بجز از کی؟ کسایی که الله واره چی کرده؟ رانده ساخته. کسی را که الله رانده ساخته و دمی مجمع بزرگ الله متعال نصیبش نمیشه که در صف واحد خط مسلمان ها استاد شود. شاز هستن چیسته؟ او افغانی هست. او کی هسته؟ میشناسیشه که کدام طایفه است؟ لنگی خاص داره و کلاه خاص داره، روش خاص داره، نامی خاص داره. این مردم که اونجا میره، اونجا قطع مسلمان ها در جماعت شریک نمیشه، در اماره میخوانه. در کجا میخوانه؟ خب تاسف در حج اوقاف است که همین مردم ها را باز معلم مقرر میکنه سری حاجا. همین مردم ها معلم سری مقرر میکنه. حاجی صاحبا را در 1000 قسم شبه انداخته. چی میگه؟ یا کلش وابیاست، در مذهبی ما این کار نیست، یا وقت نماز میخوانه. از همین کلی فضایل مردم بیچاره حاجا را چی کار میکنه؟ در بدر و محروم میکنه. بسیار فایده سیاسی داره. چرا؟ به خاطر که این همین نمایش سببی چیست؟ زخم چشم دشمن است. کیا متحد هستند. فایده اقتصادی داره. چرا فایده اقتصادی داره؟ در حج یقینا بسیار مردم قطع خود از مختلف جا چیزی نایاب در اون جمعه. مسلمان های دیگه از اینمو چیزی نایاب که سالا برش حاصل نمیشه همونجا حاصل میشه. دیگه فایده چیست؟ دیگه چی فایده داره؟ فایده عقیدوی داره. اونجا که ببینی که الله اکبر اسلام دین است، اینقدر مخلوق که الله دمی یک عقیده است، بالکل من دمی عقیده هستم، دلت بالا میشه، شجاعت پیدا میکنی. دیگه فایده دیگه اخلاقی هم داره. وسعت نظر آدم جور میشه. وسعت نظر میفهمی؟ تحمل و برداشت عمل کردی هر کس داشته باشی، هر کس داشته باشی. حالی خود مساجد ما کس رفع الیدین برداشتش نداره. رفع الیدین هم کم داره، همی آمینه نداره. آمینه به خاطری نداره که در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام میگه یهود قطع شما در چند چیز حسد داره؟ در 3 چیز. یکیش چی است؟ آمین گفتن به زور است. یهود خیلی حسد داره. خب دیگه اونجا که بری که مردم ها ببینی کسی دستواز نماز میخونه، کسی دست اینجا گرفته اینطوری گرفته، تو میگی هیچ کسی اینطور گرفته، کسی اینجا گرفته، کسی اینجا گرفته. عجیب است. کس به کسی غرض نداره، با کمالی صمیمیت و محبت خطش استاد است. گریانی کلگی است. در یک خانه کعبه طواف میکنه، پشت یک امام چی میکنه؟ اوه ریش سفید که اوجا بره باید بگه که بد کرده ایم. در یک مسجد الله مردم به خاطر عمل سنت رسول الله نمانده ایم. این را تلافی کنم از همون خاطر دمو حرم سر به سجده میشه و جای سجده خود تر میکنه به گریان که ما سخت جفا در مقابل حدیثی پیغمبر کرده. افسوس است که طور نمیشه. پس که بیا مردم ها نه از عبادت درست نه از اعمال درست یک چیز قصه نمیکنه. چی میگن؟ والا امی مرغا خوب ارزان بود، مرغای کباب چیزا کباب شده. دیگهش چی میگه؟ والا خب همونجا یک شناخته پیدا شد ما را خوب چکر داد. در کجا؟ در فلان غار، در فلان غار، در فلان غار. 5 نماز در غار رفتن قضا میکنه. این مردم ها بیچاره. دیگهش چی میگه؟ نه والا خوب بود، بچه پیسه برم داده بود. اوجا هر چیز به خود گرفته تانستم. کل روز در بازار گشتم، کل روز سوغات خریدن. الله رحم بکنه. او یک تعداد خود صرف از همین طرف موبایل هاست که زنگ است. آجی صاحب کجاست؟ آجی صاحب کجاست؟ این قدر رونق میده، این قدر چی میکنه که مردکه رای خود گم میکنه بیخی. پس که اینه آتامبیک که ماج کرده او یک عبادت نکرده، یک قطره آب دیدیش نریخته. الله رحم بکنه. لیشهدوا که حاضر شوند منافع لهم به منفعتایی که برای از یاست و یذکر اسم الله یاد کنه نام الله متعال فی ایام معلومات در روزای معلوم، روز عید قربان و 3 روز بعد از او یا 2 روز بعد از او. ایران میگه یا مراد از ایام معلومات بعضی علما مکمل همی روزای مراسم حج میگه و بعضی علما میگه در روز اول ذوالحجه است. علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، نام الله را یاد کنه برای شکر گزاری در مقابل آن چیزی که روزی داده
ما رزقهم علی ما در مقابل آن چیزی که رزقهم روزی داده یا الله متعال. چی را برش روزی داده؟ من بهیمة الانعام، از جانورایی که چارپای هستند برای قربانیشان. کلان کلان جانورا را الله پیدا کرده، کار ده گلونش یا کش میکنه، فرمانی از یاسته، گوشتای لذیذش میخوره، سفرهای دور و دراز هم سرش کرده، شیرش هم میخوره، از پشم و موش قالینار هم میبافه، پوستایش هم انواع دیگه، کلش به منفعت انسان هست. ذکر الله را، نام الله را یاد نمیکنی؟ شکرگزاری نمیکنی؟ بله رد کرد الله متعال توسطی آید بالای اونمو مذبوحه هایی که ذبحه هایی که در ایام جاهلیت به نام بتا میشود. چی میشود؟ بتا. از اینجا معلوم میشه که مال حلال کردن در پالوی قبر درست نیست. در حدیث لا عقر فی الاسلام آمده. در او وقت هم در پیش قبر یک چیزی را حلال میکرد، الله منع کرد. فکلوا بخورید منها، از اینمی حیواناتی که شما ذبح کردی، قربانی کردی، بخوری. ایام خلاف عقیده مشرکین است. مشرکا از اینمی قربانی خود قطعا نمیخوردن، عقیده شانی بود که سر ما چیز حرام است. الله متعال میگه قربانی خودی است بالکل بخو، لیکن نخوردن هم جایز است. تنها بعض علما میگه که خوردن مستحب است، خوب است، فضیلت داره. و اطعم البائس الفقیر، شما طعام بده به او کسایی که بدحال است، مصیبت زده است، الفقیر یا محتاج است. از همین آیت بعضی علما میگه گوشت قربانی 3 حصه شوه، خود بخوره و دیگهش ده باعث بدحال بده، مصیبت زده بده، به فقیر بده، 3 حصه کو. اینجا میگه 3 حصه میگه همین گوشت شده. ثم لیقضوا، بعد از او دور کنه تفسهم، امو آلودگی بدن خدا، یعنی مویا، ناخن، هر چیزی که در بدنش است، چرک، غسل را بکنه، خدا صفا کنه، یک مانم. یا ثم لیقضوا، بعد از او پوره کنه، یعنی باقی اعمال حج خدا مراد است. تفسم مناسک و اعمال حج است. چی مانا باقی اعمال حج خدا پوره کنه؟ تالی را خو یک تعداد چی کرده؟ انجام داده. ولیوفو نذورهم، پوره کنه نذرهای خدا. اگر کسی نذر گرفته، طواف، نماز، قربانی را کلش تکمیل کنه. بیت العتیق طواف بکنه به بیت الله که عتیق است. مانای عتیق میکنیم. الله متعال اینجا امر میکنه که طواف بکنه. این طواف زیارت برش میگه، طواف فاضل برش میگه، طواف فرض است. 3 قسم طواف است در روزای حج. یکی طواف قدوم است که نو میری شروع میکنی. اکثر حجاج ما که از افغانستان میره یا متمتع هستن، یعنی امرای حج فرضی عمره را میبره. از امو خاطر اول اعمال عمره را انجام میده. تمتعی را میگه که اعمال عمره تکمیل شده خود حلال میکنه، یعنی لباس احرام میکشه. حاجی قارن کسی را میگه که قطعی عمره و حج متصل پیوست انجام میده، هیچ احرام از جان خود نمیکشه تا که روزای حج فرضی بیا. این سری برای حاجا بسیار سخت تمام میشه. همیشه در لباس احرام، خصوصا مردمایی که زیاد وقتا را اوجا تیر نکرده، برایشان سخت تمام میشه. از او خاطر کسی که قربانی را قطعی خود نبرده باشه، از وطن برای از او تمتع بهتر است از قران کرده. کسی اگر قربانی را قطعی خود میبره، باز حج قران برش افضل است، یعنی عمره را پیوستی حج کردن. اونجا همین طواف قدوم که تو میکنی، این طواف قدوم میگه سنت است. اگر کسی کرد اون ثواب است، اگر نکرد هیچ کدام دم میگه پا سرش نیست. و یکی طواف زیارت است که در روز عید میشه. بعد از روز عید هم اگر کسی از پیشش باقی میمانه بالکل میشه، حتی 20 روز باقی بمانه هم همین طواف هم میتونه و دم هم سرش نیست. تنها یک زنی که مریض میشه ماهوار، از او با چی ما میگم چی این نیست. این طواف حتمی است، بدون از این حج نمیشه، به خاطر که یکی از جمله ارکان حج است. سوم طواف چی است؟ وداع است، رخصتی. ابتدای مراسم حج هم توسط طواف شده و انتهایش هم توسط طواف. هر کس که طرف وطن میاد آخرین عهدش امرای کی باشه؟ بیت الله باشه. در حدیث پیغمبر علیه السلام امر کرده که کسی میره. اینمی طواف واجب است، اما زنی که مریض ماهوار باشه ساقط است، چون که حرکت میکنه طرف وطن، میتونه که طواف حج نکنه، به در بیایه و سرش نیست. در روزی عید که عید قربان برش میگیم، اکثر اعمال حج دمی روز ادا میشه. جمره زدن در مینا که شیطانا را به اصطلاح عوام شیطان زدن است، شیطان نیست، او تمثیلی زدن شیطان است. یا این اعمال هم دمی روز است. حلق کردن، قربانی کردن، بعد از او حلق کردن. اول قربانی، بعد از او سر تراشیدن و بعد از او آمدن
در خود بیت الله طواف کردن. این اعمال روزی عید است که انجام داده میشه.